دنیا یه واژه عربیه که این دو تا معنی داره. یک، دنیا یعنی دنی، پست. دوم، آنچه هرگز دسترسی بهش پیدا نمی‌کنی. هر چقدر میدونی بهش نمیرسی. چیزیه که مثل سرابه، آخر میری زیر خاک. این دنیا سر جاشه، تو هیچ چی نمیبری. هیچ کسی چی نمیبره. دنیاست، اینجوریه دنیا. با مرگ و مرگ اندیشی منجر به درک ژرف‌تر از زندگی میشه همیشه. اینکه ما همه چی رو با مرگ بسنجیم، همه چیز رو بر اساس مرگ بسنجیم. مرگمون همراهمون هست، اینو درک کنیم، چون این زندگی رو زیبا میکنه. حال و احوالاتی در مرگ اندیشی هست، اگر آگاهانه باشه شور زندگی رو افزایش میده، به زندگی معنا میده. لحظه ها معنی پیدا میکنن، نگاه آدم ها، حضور آدم ها معنی پیدا میکنه. هر یه لقمه نونی که میخوریم این معنی پیدا میکنه.